نامه از یک برادری غریب. اولا السلام علیکم برادران، مادران، پدران و پدر و خواهران عزیز. من از ناحیه یاوان، نامش را در اینجا ذکر نکرده است. من از سن 11 سالگی به پدر کلان شدم. مکتب میانه را تا صنف 10 خواندم. از سببی که یک مادر داشتم زندگی مجبور کرد بعد به غریبی آمدم. روزهای اول ضیق می شدم. وقتی همکارانم خواب می رفتند من به بیرون برآمده آب چشم می ریزاندم. خیلی برایم سخت بود غریبی. 8 سال می شود که در غریبیم. از سبب کمبخلی نمی توانم به نزد مادر جانم برگردم. مادرم را خیلی هم پزما شدم. بالای این درد غریبی باز یک درد دیگر آمد. ما در این شهر غریبی نمیدانیم چی کار کنیم. یا الله مهربان راه ما را گشاده کن که تمامی غریبان روی دنیا به نزد پدر و مادر، زن و فرزندانشان بر بگردند. و در آخر گفتنیم ایا مادر زیر پای فرزند کور گشتی، عصا بر دست گرفتی، آه مادر زود پیر گشتی. نریزان آب چشمت مادر جان، میرسد روزی میاییم از غریبی سوی مادرانمان. آه غریبی، آه غریبی، آه غریبی. این بود نامه از یک برادری غریبی ما. خداوند همتان را نگهبان باشد. آمین.